خیره شو بیبی بیادر ساعت چند بجه شد رفت خود آبود بیا خیر است تشویش نکن عجله نکن میای دیگه ورخطایی چرا داری والا ورخطایی ندارم میفهم عجله کار شیطان است انسان باید در زندگی خود یک تپ تلاش داشته باشه انسان باید همیشه وقت باید بفهمه که وقت خیلی مهم است در زندگی انسان من از دو چیز خیلی رنج میبرم یکی از تو زیاد رنج میبرم دایم میبینم هر چیز عجله میکنی یکی دیگه ایدیگو که بیادر همین دایم همین بیا بگو یه بره هم جنجال بیا صبر بکن دیگه چطور بیادر حالا تا میفهمی ما میفهمیم یک روز رخصتی داریم این روز رخصتی رو در منتظری تیر کنیم دیگه چی برمون با چی کنم دیگه بیا خیر است مسعود جنگل چقدر خطرناکه کجا آوردی ما رو اگه شیرم بود چپش میکنم اگه شیر تو را خورد بچی بیا زیاد گرد بزن فکر کن که آمده اینو خوب شد آمده عجله داشت سلام علیکم جور بخیر نه خوب شد کام آمده طبق معمول نوقت برسید شما ببخشید دیگه بخشش باشه دیگه موترای از ذره موترای لاینی است بریم لولو مگه دیگه وقتم اینجا آمده شما برندی بگو ما چه خودی برداشت کردیم ایت اعتبار نمیکنه یادم تو ترسیدی درسی بیا دیگه کجا میره باشم میگه سایز بیا والیبال ماشین دیگه شروع کنه برای من توپ بیاد آماده است دیگه جناب اومده بچو یه جا فلاش دی نه نوبت فقط دفعه فوت ما تو دیگه دفعه نیست لا برو تو بابا این چه کار است که میکنی؟ بگی چه کار میکنه؟ چی شده؟ عبدال کجایی من اینجایو عبدال عبدال چرا ورخطاتی؟ جنجال جانم ترک کنی کجا بوده تالی؟
نمیفهمم ما خودم دفتر مخ کل جنگل پولیدم نیافتم بریم بچه‌ها رو پیدا کنیم بریم چیکار داری میکنی؟ رفیق ما بیار درآمد نیدی او کی در اومد ما برای چی نمیاری؟ او نیستیم ها؟ چی فکر با قفتی دم رو؟ نه هم رو میره کمالا نگه چی شده بچه؟ نمیفهمی ناجمارا چی شده؟ ما که اما صبح گفتم که اینجا خطرناکه تو خود دشیر بیادری تو در حق درآمد داری مرو در خون از عقل بالا کار کردن بخت بریم مکشم خدا دیگه همین رفیق ما را جن داده یعنی لاش دست پیش من شما ما یک جادوگر رفته اینجا مسئولیت بشین ما گفتم این جنگل خطرناک است مرا اینجا نیاره نه نمینا ما را اینجا آوردن ما پشت این همی تا خطرناک چیز میگردوندم اینجا والا ما خیلی ترس خوردیم از چهره تو هم معلوم است شما خیلی ترس کردی ما یک چیز دارم شما اینو بگی تو اینو بگی اینو بگی چی از جنابی اینو که دست شما باشه شما نمیترسین دیگه ما اینم به زیر زبان کن دیگه تو هم اینو زیر زبان کن بریم اینو رو همون جای زمان شما بودی که در کجا تو جای خطرناک این دیم بغل جنگل است بیایم بریم جنیات ما کار دارم میکنم که در اینجا پیداش میکنم کار دارم کنم اینجا بود؟ بله اون کدش کار داره با چشمان میریم اینجا تو هم دیدی اینجا میشه رفت داخل هم طرف کدش کار داره
کجاش؟ ما فعلا در یونان هستیم. در بسیار امکانات کم میخواهیم که بیادر یک سنورداری کنیم. دیگه جناب محترم طالب شاه فعلا دیگه در اسکرین است، در بک‌گراند اسکرین است دیگه. دوست از بیروز روز ندارم نشونه بیروز میبینیم چی ماجور میکنیم ما میدونیم که چیرش خانه نمیره پای روز میشه میتویم نمیره پیدا کردیم ما این بازازی از این بسته است کنن قرنطینه از مشکل است دیگه بیادر امکانات کم یک تلفن به نام اس20 داریم و یک تریپاتک خرد و در امکانات کم و 2 نفر کمر بسته کردیم تا یک جای بخیر خدا برسانیم. دیگه خوش آرام باشین، سربلند باشین. دیگه دستانه هستیم دیگه. میرم خواستیم یک یادگاری بانه از شهر یونان سالونیک دیگه بیادر باشه در حفظش میکنیم بیادر در ذخیره مندازیمش. خداحافظ. زحمت هر جای بکشی زحمت است، تلاش پشت کار خیلی خوب است. کسانی که خدا هنرمند میگن باید به هر شرایط باید هنر خدا به نمایش بانه. دوستا شما ما را دعا بکنین که ان شاء الله تعالی به خوبی و خوشی و با یک دستاورد خوب در فیسبوک ها در صفحه های مجازی برایم. و فیروز جان هم بسیار زحمت میکشه، به واقع زیاد زحمت کشیده و حالا فعلا هم همین فیلم چیزا کار کرده راستیم فیلم جنگ و وحشت کار میکنیم. ان شاء الله تعالی شما دعا بکنید. کشیدم زهرباد 72 گروه مرض، جن، دیو، پری، مردزیان، سیبیان. این ساستی جنس کشیدم بگو کشیدم. کشیدم 100 رقم مرد لا این ساستی جنس هستی بیا. حرکت نکن. پایان سایکو. پایانه؟ ها. دستت مبرای دستای در جمع بگی دیگه. زیاد نبرای. ایلاجی هم سیاست. برو بگو. همین پشت سنه را نمیگیری؟ نه پشت سنه را گرفتار رئیسم جناب طالب شاه تشریح داده رئیس. کشیدم سانه است که 72 گروه مرض، جن، دیو، پری، مردزیان، سیبیان. سکوشی میگی. جن هستی، پری هستی، دیو هستی، خر هستی، گاو هستی. برای بیرو پرنالت. نه آورکتینگ میشه. آورکتینگ میشه. خب شاه آورکتینگ میشه. فقط بگو امی اونمو قصد. نه خب من قارم منم تو گفتم. این ملاسوتا آمده بیادر ما را درخت میکشه. آقای طالب شاه بیادر ما را برده داخل درخت دیگه بیادری آمده ما را میکشه. نام خدا ملایمان با تکل از این کارا ادنی منطقه یک دفعه اینو تو میپریم اینجا اینو تو یک دفعه میگیریم میپریم خلاص اینو تو خوابات کردم میپریم. برو دیدیم تو این باید بنوت یک حالت بگیری. برو شد تکر کردی. برو نالا سر بگی شوف بدأ بزنش که لغت حسن کجا رفی به خدا در این وقت؟ ای خدایا خانه می بیادر. ها؟ اینجا خانه می. آفه خانه فکر منی. کجا میری تو کجا میری؟ تو میتونی کورخانه بودی دیدی که نفر در اینجا در اومد. کجا در اومد اونجا چطور رفت اونجا؟ تو به چی نمیری؟ وای خدایا چی رو شندید؟ چی شد خب؟ ما بیا نه اومد او چی اومد